اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز دوشنبه. در نتیجه تلاش‌های ریاست امور کنسولی وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان، سفارت جمهوری خلق چین در کابل از 3 ماه مه سال جاری صدور ویزه را مجددا آغاز می‌نماید. در هلمند شفاخانه 100 بستر ویروس کرونا افتتاح شد. مسئولین ریاست صحت عامه ولایت هلمند میگویند که این شفاخانه به ارزش $1,000,000 از سوی بانک انکشاف آسیایی ساخته شده است. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ مولوی خیرالله خیرخواه با رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بامیان مولوی سیف الرحمن محمدی دیدن نمود. در این دیدار از فعالیت‌های ریاست متذکره تقدیر به عمل آمد. برای بهبود امورات برایشان راهنمایی لازم صورت گرفت. از سوی آقای خیرخواه اطمینان حل مشکلات برایشان داده شد. معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء میگوید به اساس فیصله کمیسیون اقتصادی در آینده نزدیک میان مزار شریف، هرات، کندهار کار ابتدایی پروژه خط آهن آغاز خواهد شد. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی امارت اسلامی افغانستان در قطر روز گذشته در دیدار با نماینده ویژه چین در امور افغانستان بر وضعیت کنونی کشور، تعامل مثبت با امارت اسلامی، اتصال منطقوی و اهمیت تجارت بحث و گفتگو نمود. 15 کودک دیگر که از بیماری قلبی رنج می‌بردند از سوی هلال احمر افغانی در پایتخت کابل در یک از شفاخانه‌های داخلی به منظور تداوی و عملیات بستر شدند. مسافرین و رانندگان شهرهای زون شمال کشور میگویند با آمدن امارت اسلامی امنیت این شهرها کاملا تامین شده و میتوانند شب و روز بدون کدام هراس سفر نمایند. رئیس اجرایی فابریکه‌های ذوب آهن میگوید در حال حاضر 42 فابریکه ذوب آهن در افغانستان فعال هستند که زمینه اشتغال برای 20,000 نفر را فراهم نموده است.